یکی از همکاران بسیار هم مهربان، بسیار هم پرکار، سرمطالعه، دانشمندی ما استاد ستار قرهخانov امروز به سن مبارک 70 میرسند و ستار قرهخانov را همه ما همچون ستون روزنامه ختلان میشناسیم و احترام میکنیم. میشود گفت در طول جاده بیش از 50 ساله فعالیت ایجادیش او از پسر گازیتا به پدر گازیتا تبدیل یافته است و در این روز مبارک از نام خود، از نام اهل همکاران برای ستار قرهخانov سلامتی بر دوام و در جاده مشغولیت دشوار آفرندگی در بین انبوه ورقها و فایل های زیادی الکترونی با این همقلم ارجمند خودمان ما درآمد ارزنده و لذت بی‌بها برداشتن را از اجرای مشغولیت دوست داشتهشان تمنا میکنیم.